ظل آفتاب بود. هر دونه شنی که شترهای خاندان سلطنتی از روشون میگذشتن کف پای خدمتکاران کجاوه بردوش رو میسوزوند. این کاروان سلطنت سلجوقیان بود که از راه اصفهان به سمت بغداد میرفت. سال 1092 توی خنکای کجاوه‌ای که شتری میبردش نظام الملک به بالشت خودش تکیه داده بود و به ختم قائله‌ای فکر میکرد که شاه بر دوشش گذاشته بود. کاروان نظام به بغداد نزدیک میشد که توی راه صوفی جلوی کاروان ظاهر شد. مرد فقیر بود و میخواست چند کلمه‌ای با نظام الملک حرف بزنه. کاروان ایستاد. مرد صوفی نزدیک شد. پرده کجاوه کنار رفت و چشم این دو نفر به هم افتاد. مرد صوفی انگار ذکری میگفت. نظام الملک با نگاهی گیج به چشماش خیره شد. اون مرد به نظام الملک گفت هیچ چیز واقعیت محض نیست. همه چیز در اختیار قرار داده شده. و خنجر را از آستینش کشید بیرون. عمر نظام الملک به آخر رسیده بود و خنجر توی سینش بود. وزیر بزرگ تاریخ ایران به چشمای قاتلش نگاه کرد و گفت به تو همون باغ رو نشون دادن؟ تو هم باور کردی؟ خنجر دوم از شاهرگ گردنش گذشت و خون فواره کرد. قاتل به این فکر میکرد که نظام الملک از باغ چی میدونه و نظام الملک شاید در اون لحظه به یاد آورد که چطور با صدای بلند فریاد میزد که هیچ گروهی شومتر و بددینتر و بدفعلتر از این قوم اسماعیلی نیست که از پس دیوارهای بدی این مملکت میسگالند و فساد دین میجویند. اون مرد اسماعیلی خنجرش رو جمع کرد، ایستاد و فریاد زد قتل هذا الشیطان اول السعاده. اولین تیر و کمان به شونش فرو رفت. اون بدون هیچ مقاومتی پذیرای شمشیرها و تیر و کمانهایی شد که به سمتش می اومدن. به زانو افتاد و خونش شره کرد روی خون تازه نظام الملک. درست همونطور که یاران حسن صباح می مردن. درست همونطور که حشاشیون می مردن. تا همین حالا احتمالاً چیزهایی درباره حشاشیون میدونید. قدیما از اون کتاب معروف خداوند علمود که آقای ذبی‌الله منصوری ترجمه کرده بود و وسط کار هرچی به ذهنش رسیده بود و بسته بود به کتاب، جدیدترا با بازی آساسینز کرید که بنیان داستانیشو بر اساس اسطوره‌های حشاشیون گذاشته بود. این نکته هم خیلی معروفه که کلمه آساسین در انگلیسی از کلمه حشاشین گرفته شده. و حتی اینکه چرا به پیروان حسن صباح میگفتن حشاشیون، به خاطر همون ماجرای حشیش بازیشون و اینکه انگار اینجوری کنترلشون میکردن. اما تقریبا هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که کدوم قصه ها درباره حشاشیون واقعی ان و کدوما نیستن. از باغ مرموز تا خنجر پنهان و مصرف حشیش به عنوان محرک و قدرت‌های ذهنی رهبراشون. تنها چیزی که در مورد حشاشیون کاملا درسته اینی که اونا یه کارو خوب بلد بودن: کشتن. این آدما کی بودن؟ ابتدای ماجرا برمیگرده به نزاع همیشگی و بلند مدت بین شیعه و سنی. به همون وقتی که خلافت پیامبر اسلام به خانواده خودش نرسید و دو دستگی بین شیعه و سنی ایجاد شد. شیعه ها همیشه احساس می‌کردن حقشون خورده شده و بین خودشون هم مدام شاخه شاخه می‌شدن. یکی از این شاخه ها شیعه های اسماعیلی بودن که معتقد بودن بعد از امام ششم یعنی امام جعفر صادق پسرش اسماعیل ادامه امامت رو بر عهده داره و راهشون رو از شیعه های 12 امامی جدا کرده بودند. اما سال 909 میلادی یکی از رهبران شیعیان اسماعیلی به نام عبیدالله اومد و ادعا کرد که از نوادگان فاطمه دختر پیامبره و حالا رهبر بر حق مسلمانانه. شیعه همیشه عاشق این نسب‌ها و سبب‌های خونی بوده و هست. اینطور شد که خلافت فاطمیون آغاز شد و قدرت بی حدی گرفت. از آفریقای شمالی تا فلسطین حکومت می‌کردند و در نهایت قاهره رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردند. برای یک قرن هیچ گروه سنی جرأت اینو نداشت که جلوی فاطمیون ایستادگی کنه تا اینکه گروهی از ترک‌های سنی مذهب به نام سلجوقیان جلوی حکومت فاطمی قد علم کردند. توی چنین بلبشویی بود که حسن صباح ارتش مخفی خودش رو ساخت. حسن صباح از بچگی شیعه 12 امامی بود و سالهای سال با نفرت تمام از سنی‌ها و سلجوقی‌ها بزرگ شده بود. 17 سالش بود که یکی از دایی‌های اسماعیلی راه اسماعیلیه رو بهش نشون داد. دایی همون آخوندای اسماعیلی بودن. حسن صباح اسماعیلی شد و قسم خورد که ایمانش رو برای خلافت فاطمی خواهد گذاشت. در همین سالها بود که حسن با وارث خلافت فاطمی نزار دوست شد. حسن به قاهره رفت
و تحصیلات مذهبیش رو تکمیل کرد و خودش تبدیل به داعی شد. حالا وقتش بود که حسن به هر جایی که میتونه سفر کنه تا صدای اسماعیلیه رو به گوش جهان برسونه. کار غیر ممکنی بود، به خصوص در حکومتی که بنیانش رو بر نابودی شیعه ها گذاشته بود. از اون طرف حسن در قاهره از نزدیک دید که رهبران فاطمی چطور بیرمق شده بودند. حسن اما چیز دیگه‌ای می‌خواست. قدرت حقیقی. اون نمیتونست ببینه کسانی که به چشم اونا بیگانه بودن و عملاً نوکر خلافت عباسی محسوب میشدن چطور دارن قدرت بیشتری میگیرن. میخواست بگه بابا به خودتون بجنبین. مگه شما نمیگید که اعتقاد دارین؟ حسن صباح توی مدت کوتاهی تبدیل شده بود به همون رهبر انقلابی که شیعه های تک افتاده بهش نیاز داشتن. همه کسانی که مدت زیادی تو سری خورده بودن حالا می اومدن زیر پرچم مردی کاریزماتیک که وعده الهی براشون داشت. حالا که مردان شیعه سرکوب شده توسط سنی ها رهبرشون رو پیدا کرده بودن، وقت این بود که پایگاهی برای عملیات بسازن. سال 1088 با فرماندهی حسن صباح به سمت قلعه علموت حرکت کردند. علموت جایی بود که به زودی تبدیل به مکانی افسانه‌ای میشد. یک قلعه نفوذناپذیر که هیچ کس نمیتونست نزدیکش بشه. فقط یه راه ورود به این قلعه وجود داشت و هیچ ارتشی نمیتونست به این قلعه تسلط پیدا کنه. مشکل چی بود؟ قاعدتاً اگه سلجوقی‌ها کشور رو تحت سلطه داشتن، علموت هم دستشون بود. پس اصلاً با عقل جور در نمیومد که بیگدار به آب بزنن و برن قلعه رو تسخیر کنن. درسته که یاران حسن خیلی وفادار بودن، ولی تعدادشون کم بود و خلوچل هم نبودن. حسن صباح تصمیم دیگه‌ای گرفت. آهسته و پیوسته اولین شاهکار خودش رو به نمایش گذاشت. حسن صباح به یارانش گفت تمام روستاهای دور و بر قلعه رو به اسماعیلیه دعوت کنن. وقتی تعداد این پیروان زیاد شد، کم کم اونا رو فرستاد که توی قلعه علموت به کاری مشغول بشن و خودشون رو سنی‌های سرسخت جا بزنن. وارد قلعه که میشدن، کم کم سلجوقی‌ها رو هم به اسماعیلیه دعوت می‌کردن. تابستون 1090 میلادی بود که حسن صباح پنهانی وارد قلعه علموت شد و دیگه نیازی نبود مبارزه کنه. رفت روی باروی قلعه و فریاد زد جای کفار دیگه اینجا نیست. فرمانده‌های سلجوقی که دیدن زیر پاشون خالی شده زانو زدن و بعضیاشون هم یواشکی در رفتن. بعضی روایات میگن حسن این مقدار خوبی هم پول به فرمانده‌های سلجوقی میده و میندازدشون بیرون. شاید کلاً هم کارو با رشوه درآورده. این حرکت آهسته و پیوسته به نظر خیلی از مورخا شروع فرقه حشاشیونه. هیچ جلسه مخفی و هیچ محفل سری در کار نبود. نه کسی با خون خودش قسم خورد و نه کسی انگشتش رو به نشانه وفاداری قطع کرد. کم کم نیروها زیاد شدند و قلعه های بیشتری هم تسخیر شد. این فرقه تهدیدی برای ملکشاه سلطان سلجوقی شد و ملکشاه یه گزینه بیشتر پیش روش نداشت. کمک گرفتن از مغز متفکر سلطنت خودش، کسی که تونسته بود با استراتژی‌های خودش جای پای سلجوقیان رو محکم کنه، نظام الملک. و نظام الملک با کمال میل این مسئولیت رو قبول کرد. چرا؟ اینجا داستان جالب میشه. افسانه‌ها یه چیزایی میگن و واقعیت‌ها یه چیزای دیگه. طبق روایت نچندان معتبر اما بسیار جذاب که ادوارد فیتزجرالد توی مقدمه ترجمهش از رباعیات خیام آورده، نظام الملک و حسن صباح به علاوه خیام در دوران طفولیت با هم رفقای صمیمی بودن و به همدیگه قول میدن که آدمای بزرگی بشن. و خلاصه یه روزی که همشون گنده میشن، نظام الملک به حسن صباح خیانت میکنه و از دربار میندازنش بیرون. اما ریشه این ماجرا توی واقعیت چیه؟ اینه که نظام الملک و حسن صباح تاریخچه کوتاهی با هم داشتن، از زمانی که توی دربار آلپارسلان به هم نزدیک بودن. نظام الملک و حسن صباح با اینکه نزدیکی‌های به هم داشتن، اما در نهایت یکی سنی سرسختی بوده و دیگری شیعه دو آتیشه. از اونجا به بعد هیچ کدوم نمیخوان سر به تن اون یکی باشه. پس نظام الملک مسئولیت نابودی حسن صباح و اسماعیلیون رو قبول میکنه. سال 1092 نظام و سلجوقی ها به علموت حمله میکنن و یه قلعه دیگه به نام قهستان توی قائن امروزی رو هم مورد هدف قرار میدن. فکر میکنن با همین ضربه سری میتونن محفل حشاشیون رو از بین ببرن. خوشخیال بودن. با اینکه تعداد حشاشیون کم بود، اما سلجوقی ها رو توی این حمله شکست دادن. اما حسن خیلی نگران بود که با یه حمله دیگه ممکنه قدرتشون در این حد دیگه جوابگو نباشه. اما یه لحظه صبر کنید. بذارید بریم توی یکی از شب‌های رازآمیز قلعه علموت، جایی که اسطوره‌ها و واقعیت در هم تنیده میشن. اعضای محفل حسن صباح توی گرگ و میش هوادار هم جمع شدن. حلقه زدن دور هم و منتظرن تا حسن صباح که بهش میگن سیدنا پا به جمعشون بذاره. حسن میاد و یکی از نیروهاش رو صدا میزنه. طاهر بیا جلو. طاهر یه قدم جلو میذاره و سیدنا دعایی رو میخونه منتسب به علی ابن ابی طالب. قدم بعدی
اینه که حسن گردی رو از توی کیسه در بیاره و فوت کنه تو صورت طاهر. سر طاهر گیج میره، از هوش میره و وقتی به هوش میاد دور و برش یه باغ عجیب و غریب میبینه. بهترین میوه ها، بهترین بوهایی که تو زندگی به مشامش رسیده بود و زنانی که طاهر تا حالا به چشم ندیده بود. یه سری حوری دور و برش رو گرفته بودن و اولین کلمه‌ای که به ذهن طاهر رسید این بود: بهشت. طاهر مشغول عشق و حال شد. این صحنه‌ها به نظرش ابدی می اومدن تا اینکه هوشیاریش کم شده از هوش رفت. وقتی بیدار شد سیدنا جلوش ایستاده بود. دستش رو جلوش دراز کرده و گفت: پاشو طاهر، بگو که چی دیدی. یاران حسن صباح دیوانه می شدن از چیزی که طاهر می گفت. به نظرشون این یه توانایی الهی بود که به سیدنا داده شده بود. حسن گفت: میخوای دوباره برگردی به باغ بهشت؟ حسن اسم هدف بعدی رو توی مشت طاهر گذاشت. طاهر اسمش رو خوند و فهمید که این مهمترین عملیات تو کل تاریخ این محفله: ترور نظام الملک. یه ماه هم از اون شب نگذشت که خنجر از بیخ شاهرگ نظام الملک گذشت و خونش روی شنهای بیابون نزدیک بغداد ریخت. خونی که طاهر از نظام الملک ریخت در واقع اولین ترور سیاسی ثبت شده در تاریخ محفل و یکی از اولین ها در تاریخ ترورهای سیاسی. چند ماه بعد سلطان ملکشاه تحت شرایطی نامعلوم مرد. این دو مرگ مهم امپراتوری سلجوقی رو وارد جنگ داخلی کردند. حالا یکی از مانیفست‌های حشاشین برای همه قابل رؤیت بود. خنجری که سر موقع فرود بیاد کاری ارتش کامل رو انجام میده. این چهره‌ای بود که حسن صباح برای خودش و یارانش ساخته بود، پر رمز و راز و خطرناک. ترورها ادامه داشت. 2 سال بعد از اولین ترور، رفیق حسن صباح و وارث خلافت فاطمیون یعنی نزار با توطئه رئیس ارتش دولت فاطمیون مردی به نام الافضل اعدام شد. And I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay. حسن وقتی از این ماجرا بو برد سوگوار شد و قسم خورد که روزی انتقامش رو خواهد گرفت و اینجا بود که شعبه‌ای از شیعه رو تحت نظر خودش تأسیس کرد و اسمش رو به یاد رفیقش گذاشت: اسماعیلیه نزاری یا نزاریه. دولتی مستقر در علموت که هر وقت اراده می‌کرد یه جای ایران خون یکی به زمین می‌ریخت. در قلعه علموت آن مرد را سیدنا صدا می‌زدند یا امام. تصویر اسطوره‌ای حسن صباح داشت کامل می‌شد. او کسی بود که می‌توانست انسان‌ها را به رستگاری برساند. حتی گاهی در محوطه قلعه جمع می‌شدند و امام بعد از سخنرانی‌های انگیزشی برای پیروانش چشمه‌ای معجزه هم به آنها نشان می‌داد. شاید شی را از دور جابجا می‌کرد یا زخمی را شفا می‌داد یا پرواز می‌کرد. همونطور که از سازوکار جهان در همین سالهایی که خودمون توش زندگی میکنیم هم میتونید حدس بزنید، امام به گسترش مذهبش توی ایران قانع نبود و میخواست اسماعیلیه نزاری رو به جهان صادر کنه. کار ساده ای نبود. هنوز تعداد شیعه ها خیلی کم بودن و نزاری ها رادیکال محسوب میشدن. اصلا به سراغ همون استراتژی همیشگیش رفت و روش های ترورش رو به روستر و کارآمدتر کرد. برای حسن صباح ترور نقشه اصلی و اساسی علیه دشمنانش بود. چرا؟ چون بزرگترین چیزی که دشمنانش میخواستن رو ازشون میگرفت و اون چیز افتخار بود. در اون دوران مردن توی نبرد خیلی چیز باشکوهی بود، اما اینکه توی رخت خواب بمیری، اونم به خنجر یه نفر، چندان چیز قابل افتخاری نبود. این مرگا میتونست به راحتی تعادل قدرت‌ها رو به هم بریزه. چیز دیگه‌ای که ترورهای حشاشیون به همراه داشت چی بود؟ پارانویا. فکر کنید در زمانه حشاشیون صاحب قدرتی باشید. توی هر سایه‌ای ممکنه کسی باشه که جون شما دستشه. دارید با خانواده شام میخورید و ممکنه اون آخرین غذاتون باشه. میخواید بخوابید ولی نمیدونید هیچ وقت دوباره بیدار میشید یا نه. جنگ حشاشیون جنگ حسن صباح خودش هیچ وقت درگیر تروران نمیشد.
در واقع اون هیچ وقت از قلعه علموت خارج نشد. اصلا نیازی هم نبود. میتونست بر فراز علموت هر کسی رو که میخواست از بین ببره. فداییون حسن صباح به معنای واقعی کلمه میتونستن جون خودشون رو فدای رهبرشون کنن. چرا میتونستن چنین کاری رو کنن؟ یادتونه که چه صحنه‌هایی از بهشت رو دیده بودن. اونا به تصویری که از بهشت داشتن ایمان داشتن. به اون تصویر حتی بیشتر از خود حسن ایمان داشتن. در سال 1100 میلادی حسن صباح نگهبان در بهشت بود و در باغ سبز رو به حشاشیون نشون میداد. و شیعه هم با مفهوم شهادت بیگانه نبود. شهادت یکی از پایه‌های اساسی فرهنگ شیعی بود و همواره هم موند. پس مرگ مساوی شد با رستگاری. برنارد لوئیس رایتس میگه برای اسماعیلیون حشاشیون کسانی بودن که توی خط مقدم جبهه برای امام می‌جنگیدن. اونا با نابود کردن دشمنانشون نهایت ایمان رو به امام و در نهایت به خدا ثابت می‌کردن. میگن وقتی خبر یه ترور موفق رو به مادر یکی از شهدای حشاشیون دادن، مادرش هلهله کرد و گفت پسرم رفته بهشت. چند وقت میگذره و پسر برمیگرده خونه صحیح و سالم. مادر میزنه زیر گریه و میگه جلوی حضرت فاطمه شرمنده شدم. این حق ما نبود و بچه رو میکشه. باغ بهشت رو که یادتونه، مراسمی که میگفتم برای محکم کردن ایمان فداییون برگزار میکردن. خب تاریخدانی مثل فرهاد دفتری که در مؤسسه اسماعیلیه روی تاریخ حشاشیون کار میکنه میگه ما هیچ وقت نمیتونیم دقیقاً متوجه بشیم که مراسمای حشاشیون چجوری برگزار میشدن. هر چی باشه این بزرگترین راز حشاشیون بود. وقتی حسن صباح محفلش رو بنیان گذاشت، اولین شایعاتی که در ایران بین آدما رد و بدل میشد این بود که حسن از حشیش برای تاثیر روی فدایانش استفاده میکنه. میگن این شایعات رو خود سلجوقیان و شاخه‌های سنی مذهب دیگه در مورد حسن صباح ساختن. تاریخ‌دانانی هم هستن که میگن ماجرای باغ سبز به حسن بر نمیگرده، بلکه رشیدالدین سنان تو سوریه داشته این کارا رو میکرده. اینا رو بعداً تعریف میکنیم. وقتی پای جنگجویان صلیبی به ایران و سوریه رسید و با فداییان حسن صباح روبرو شدن، این مقدار از این که آدم خودش رو وقف هدفش کنه براشون باور نکردنی بود. اروپایی‌ان دیگه. هر قصه 1000 بار تحریف میشد. حالا جالب اینجاست که یکی از شایعه پراکنای اصلی حشاشیون مارکوپولو بود، جهانگرد معروف ایتالیایی. اینا رو گفتیم که بگیم خیلی از چیزهایی که درباره این فرقه گفتن زاده تخیلاته. فرهاد دفتری میگه حشاشیون کاملا سوبر بودن وقتی دست به قتل میزدن و اینکه جونشون رو فدا کنن به خاطر اعتقاداتشون بود. خب مشخصه که اروپایی‌ها هیچ وقت نتونستن این حد از اعتقاد رو بفهمن. درست همونطور که فعالیت‌های گروه‌های تروریستی دیگه خاورمیانه رو هیچ وقت نتونستن دقیقاً بفهمن. زمستون سال 1096 میلادی بود. چند تا از فرماندهان سلجوقی داشتن با سرعت دژ گنبدان در نزدیکی دامغان رو ترک می‌کردن. یکی از فرمانده‌ها اون بالای دژ وایساده بود و فریاد میزد هیچ چیز واقعیت محض نیست. همه چیز در اختیار قرار داده شده. دژ گنبدان یا قلعه گردکوه سقوط کرده بود. اینجا مقر دوم فداییونه. مرد داد زد زنده باد سیدنا حسن صباح. درسته که گردکوه رو با همون تاکتیک قدیمی گرفتن، ولی جاهای دیگه ایران رو نمیشد به این راحتی تصرف کرد. مثلا این تاکتیک روی شهر اصفهان جواب نداد. و یه روایتی هم هست که میگه مردم اصفهان تعداد زیادی از اسماعیلیون رو به خاطر چیزی که بین مردم نشر میدادن سلاخی کردن. اما صبر حسن زیاد بود. یکی از دایان اسماعیلی به نام آتش رو در قامت معلم اخلاق فرستاد توی شهر و خیلی‌ها رو به اسماعیلیه نظاری دعوت کرد و تونست در بلند مدت اصفهان رو بگیره. این ضربه بزرگی به سلجوقیان بود. اینجا سلجوقیان مغز متفکرشون نظام الملک رو از دست داده بودن و پادشاه اصلیشون ملکشاه هم چند وقت پیش مرده بود. سلجوقیان درگیر جنگ داخلی ان. ملکشاه یکی از پسرانش رو به نام برکیارق برای پادشاهی انتخاب کرده بود، البته با مشورت نظام الملک. برکیارق پادشاه شد، اما محمود پسر دیگه سلطان با حمایت مادرش ترکان خاتون سر ناسازگاری رو با حکومت برکیارق گذاشت. جنگ داخلی شدیدتر شد. برکیارق حتی از حشاشیون برای از بین بردن افرادی داخل حکومت خودش استفاده می‌کرد. از دیدگاه دیگه اگه نگاه کنیم، نصف فرماندهان نظامی که به دستور حسن صباح کشته شدن با اینکه فرمانده سلجوقی بودن اما به حفظ حکومت برکیارق کمک می‌کردن. 1100 یا 1101 بود که برکیارق بر محمود پیروز شد. حالا نوبت چی بود؟ نوبت نابودی محفل حشاشیون. 1104 دستور حمله به همه اسماعیلیا داده شد. یک کشت و کشتار وسیع در تمام قلمرو فارس.
در جواب این فرمان حسن صباح روزگار رو برای نظامیان سلجوقی تیره و تار کرد. اونا به قلعه‌های نظامی نفوذ می‌کردن و صبح روز بعد هیچ کدوم از فرماندهان از خواب بیدار نمی‌شدن و سربازا همه سردرگم و گیج بودن. در واقع یه آب خوش از گلوی فرماندهان سلجوقی پایین نمی‌رفت. از اون طرف رهبران سنی مذهب هر جا می‌نشستن از اسماعیلیا بد می‌گفتن. پس هدف بعدی فداییون رهبران سنی بودن. حتی این رهبران مذهبی توی مسجدها هم در امان نبودن. خون بود که توی محراب‌ها میپاشید. حتی دشمنان سرسخت حسن هم انتظار نداشتن حسن دست به کشتن روحانیون توی مسجد بزنه. اما کاری که حسن کرد جواب داد. برکیارق با حشاشیون صلح کرد. این صلح باعث شد برکیارق زیر سوال بره چون باج زیادی به حسن داد. همه علیه شاه شدن و شاه قرارداد رو پاره کرد و این بار با قدرت بیشتری به اسماعیلی‌های ساکن ایران و عراق کنونی تاخت. این قدرت‌نمایی شاه بود، پر از خون و این بار توقف ناپذیر. برکیارق مرد. سال 1105 بود. محمود بالاخره سلطان شد و انگیزه بیشتری برای نابودی محفل داشت. چرا؟ چون بزرگترین نیروهاش در زمان درگیری با برکیارق توسط محفل سربنیز شده بودند. حمله ها به مدت 5 سال ادامه داشت تا به محاصره علموت رسید. محاصره‌ای که حدود 8 سال طول کشید. تا جایی که نیروهای صباح حتی نمیتونستن نون بخورن، اما مقاومت ادامه داشت. تا جایی که محمود هم افتاد و مرد. این فرصتی بود که حسن نمیتونست از دست بده. محفل عقب نشینی کرد. جیمز واسرمن نوشته حسن سفیرای خودش رو نزد سلطان جدید سلطان سنجر فرستاد با پیشنهاد آتش بس. سنجر پیشنهادشون رو قبول نکرد. این اتفاق بارها افتاد. بارها سفرای حسن رفتن و دست خالی برگشتن تا اینکه حسن تصمیم گرفت به روش خودش باشون کار کنه. یه روز وقتی سنجر از خواب بیدار شد، یکی از خنجرهای معروف حشاشیون کنارش توی زمین فرو رفته بود. بعد از این آخرین سفیر رو فرستاد سمت سنجر و حدس بزنید چی شد. پیامی از طرف حسن صباح داشتن که اینطور توش نوشته شده بود: اگر قصدم نسبت به سلطان نیک نبود، آن خنجری که در شن فرو رفته بود میتوانست بر قلب او فرود آید. جنگ تموم شد. از اینجا به بعد دیگه فکر میکنم رابطه حسن صباح با سلجوقیان خوب میشه و خیلی کسی رو نمیکشن و تا اینکه یه اسم میمونه، اسم یه نفر توی لیست ترور حسن صباح. سال 1121 2 نفر از فداییون از حلب به سمت قاهره رفتن. وارد قصر خلیفه فاطمی شدن و دنبال کی میگشتن؟ الافضل. فرمانده نظامی سابق فاطمیون و مشاور کنونی پادشاه، همون کسی که ترتیب قتل دوست حسن نزار را داده بود. این قتل دلیلی بود برای اینکه حسن از فاطمیون جدا شد و حکومت خودمختار خودش رو راه انداخت. این آخرین ضربه حسن بود. انتقام کهنه دوست قدیمی. 20 سال بعد از مرگ نزار، 2 نفر از فداییون حسن صباح خنجرشون رو به قلب الافضل فرو کردن و خون گرمش رو توی قصر درخشان فاطمیون به زمین ریختن. این یکی از آخرین ترورهای بزرگ حشاشیون در زمانه رهبری حسن صباح بود. 2 سال بعد از این حسن خیلی مریض شد. وقتی بیماری پیشرفته شد، یکی از فداییون رو به عنوان وارث خودش انتخاب کرد. بزرگ امیدم کله خرابی بود برای خودش. قسم خورد اسماعیلیه نظاری رو به سراسر جهان پخش کنه. نشستن بر تخت حسن صباح کار آسونی نبود. حالا ماجرا فرق می‌کرد. دشمنان حشاشیون همه جا بودن. سلجوقی‌ها و فاطمیون سایه‌شون رو با هفت‌تیر می‌زدن و اوضاع چندان خوب نبود. در همین گیرودار یه روز وقتی بزرگ امید برای دیدن سیدنا به اتاقش رفت، دید پیرمرد به صندلیش تکیه داده و خنجرش توی دستشه. وقتی نزدیک شد، متوجه شد که حسن صباح دیگه نفس نمیکشه. فدایی اصلی مرده بود. وقتی مرد تقریباً 80 سالش بود و حدود 40 سال از اون قلعه بیرون نرفته بود. از اینجا به بعد تکلیف محفل چی میشد؟ چیزی که خیلی ها در مورد محفل حشاشین نمیگن اینه که بعد از مرگ حسن صباح، رهبران بعدی این محفل به مراتب خونریزتر و وحشیتر از حسن صباح عمل میکردن. اونا از خود حسن هم کله داغ‌تر بودن. اونا بودن که محفل حشاشیون رو به انزوای مطلق کشوندن و هر جا میرفتن پشت سرشون خون بود که فواره میزد. این پایان حسن صباح بود. اما حشاشیون ایرانی بعد از مرگ حسن صباح تازه پروژه بین المللی خودشون رو آغاز میکردن و افسانه های خودشون رو ادامه میدادن. هیچ چیز واقعیت محض نیست. همه چیز در اختیار قرار داده شده.